مگه ما نگفتم تو نری خانه عمود؟ بری چی؟ یعنی تو نمیدونی بری چی؟ بخاطر که پسر داره. بله 9 سالش میشه. پسر هست یا نه؟ وقتی آقایدی یک چیزی بهت میگه فقط میگی چشم. گوش کن ایلیا، من فقط ازت یک چیز میخوام، این که پشتم بشی. تو پشتمو باش، به خاطر رسیدن به تو دنیا رو به آتیش میکشم. خانواده موگم دنیا رو برای تو با آتیش میکشم. تو میگی خانواده، تو خانه هر کی بخواد با ازدواج مو تو مخالفت کنه، مو خانه رو با آتیش میکشم. یه چند تو شقمی نسبت به سنت. الان به چی زدی؟ به چوش بزایم؟ پیارت مدنم اخی به هوای هلیا خانم خانه رو آتش بتی. حالا ما یک چیزی گفتم. یک چیزی گفتی که یک شقه با گفتم. وقت کم رو برم خانه بخه. ما دیروز غایب بودم، من رسته زنگ بزنم که رفیقام درسش بپرسم میام. تو برو. رفقات یا هلیا خانم؟ سینا خواستی خانه رو آتش بتی قبلش خبر بتی دیگه، درسته؟ باش. بی یک کرد آتش نتی. ای سینا میخوای برم با پیارت بگم خانه رو بیمه آتش سوزی کنه؟ ها؟ دمید آواره همون نکو دیگه برار. نه برو. نمیشه حیات فقط آتش بتی. زنگ بزنی قبل فندک بزنی قبل زنگ بزن.